از مزار شریف ربوده شده است. از رئیس جمهور غنی می‌خواهد که پسرش را از نزد آدمربایان نجات دهد و میگوید که نگران سرنوشت کودکش است. او از سران حکومت میپرسد که آیا فرزند ندارند و نمیدانند که مادران و پدران برای فرزندانشان به چه اندازه دلسوز هستند. در همین حال شمار از زنان در برابر ساختمان ولایت بلخ تظاهرات کردند و خواهان رهایی عبدالرؤوف از نزد آدمربایان شدند. 48 روز است که چهره کودک 9 سالش را ندیده است. میگوید کاسه صبرش لبریز شده است با وجود آن که بیمار است. در هوای سرد برای دادخواهی در برابر ساختمان ولایت بلخ آمده است. 48 روز است که من خون میخورم. خون. آیا اشرف غنی از حال دل من خبر داره؟ یک روز از من پرساز بازخواست کرد. پدر عبدالرؤوف نیز توانش را از دست داده است. معترضان میگویند که نیروهای ضد شورش بر او آب پاشیده‌اند. با خاطر دادخواهی اینجا سیاست که آمده اینا شروع کرده یک دم برادر خدا میدن آب جوش از آب یخ از نمیفهم. شماری از زنان نیز در اعتراض بر روبوده شدن عبدالرؤوف اینجا در برابر ساختمان ولایت بلخ تظاهرات کرده‌اند. ما به خاطر همدردی مادر عبدالرؤوف اینجا آمده بودیم. ما را به این رقم در زمستان ایواز که از ما پرسان کنن حق ما را، پرسان کنن درد ما را در کل جای ما ترد نام کردن. عبدالرؤوف جان پیدا کردن 45 روز شد گم شده نشه. بچه عبدالرؤوف جان نویر جان به چی شد؟ با وجود 2 ساعت انتظار دیدگاه مقام‌های محلی بلخ در این باره به دست نیامد. اما 3 روز پیش فرمانده پلیس بلخ به تلونیوز گفته بود که در این آدمربایی‌ها افراد مسلح غیر مسئول دست دارند. یا به یک توطئه بسیار کلان دست دادند که تا اینکه بتوانند که همین وضعیت اخلال بکنند در شهر مزار شریف. ان شاءالله ما با وقت و زمان تلاش خود میکنیم تا اینکه مردم را از گروگان جنایتکارا نجات بدیم. 13 روز پیش شماری از معترضان از بهر رهایی عبدالرؤوف در برابر ساختمان ولایت بلخ بست نشین شدند. پس از آن در 16 قوس شاهراه حیرتان مزار شریف را بستند. 3 روز پیش نیز مسیر بازرگانی آقینه را بستند. واکنش ها در برابر روبوده شدن این کودک 9 ساله در مزار شریف زمانی اوج گرفتند که آدمربایان نوار تصویری عبدالرؤوف را به خانواده اش روان کردند که نشان میداد او در حالت برهنه در یک مکان تاریک نگهداری می شود. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با فضل الدین حاجی زاده، عضو هیئت رهبری شورای همبستگی ترکمنان افغانستان. آقای حاجی زاده سلام به شما، برنامه خوش آمدین. سلام بر شما بیننده های تلونیوز. در رابطه با ربوده شدن عبدالرؤوف و میشه برای ما بگوین و اعتراضاتی که از زمان ربوده شدنشان تا کنون ادامه داره؟ ترکمن ها در بلخ قربانی رویدادهای سیاه ناعدالتی و ناامنی شده است و همواره ترکمن ها بهترین های خود را و با ارزشترین های خود را در این ناامنی ها از دست می دهند، از ترور و شکنجه گرفته تا اختطاف های زنجیره‌ای. قبلا هم جوانی 21 ساله به نام جمعه ترکمن اختطاف شده و به قتل رسید و ما هم اعتراضاتی داشتیم و اخیرا ظالمان جوان طفل 9 ساله را هدف قرار دادند. طفلی که تا حال در آغوش مادر هوس و تازه مفهوم زندگی کردن می آموخت. عبدالرؤوف 9 ساله. عبدالرؤوف 9 ساله بیشتر از 47 روز می شود در تحت شکنجه آدمربایان قرار دارد و تحت شکنجه روحی و جسمی که هر لحظه میمیرد و زنده می شود. خیلی دشوار است و ترکمن ها ولایت بلخ درب مقام ولایت را بستند و دیروز هم بانوان ترکمن درب مقام ولایت بستند و در کل افغانستان ترکمن ها دست به اعتراض زدند، عدالت خواهی زدند به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان و ما هم خواهان از این هستیم که عبدالرؤوف جان را به در آغوش مادر برگردانه و ظالمان با تهدیدهای متواتر فامیل عبدالرؤوف جان
هر لحظه جگرخون میکند و به این جگرخونی ایشان خیلی ها نگران هستند که عبدالرؤوف جان چه حال روزی داشته باشد. خیلی دشوار است برای مردم ولایت بلخ. درست. در 48 روزی که عبدالرؤوف ربوده شدن نهادهای امنیتی در بلخ چه کار کردن؟ آیا پیشرفت داشتن یا خیر؟ در کل نهادهای امنیتی در بلخ کدام پیشرفتی نداشتند و آنها هم وعده های همکاری و همچنین وعده های پیدا کردن عبدالرؤوف جان را میدهند، اما نمیتونه درد ملت ترکمن در ولایت بلخ مداوا بکنه، چرا که مردم افغانستان از وعده های پوچ به تنگ آمدند و نمیتوانند به وعده ها باور بکنند و در زمین این بار اول نیست که ترکمن ها در ولایت بلخ ترور می شوند. بعد زمانی که در ولایت بلخ ما را ترور کردند ما سکوت اختیار کردیم و شکنجه مان کردند، ما بنادر حیرتان را بستیم، اعتراض کردیم، بروز اختطاف مان کردند، قتل مان کردند، اعتراض کردیم. فکر میکنیم که ضعف در کجاست که چون این حملات اختطاف ها ادامه پیدا میکنه؟ دو اصل دلیل عمده وجود داره. یکی یا نهادهای امنیتی در این راستا خیلی ضعیف است و نمیتوانند پیدا بکنند، و یا ای که نهادهای امنیتی در بلخ دست دارن با این گروه های هراس افکن و ترکمن ها به خاطری که نبودن در حکومت، در بدن حکومت، مثلا در وزارت ها یا بهترم در مقام های ولایت بلخ و همچنان به خاطری که به مردم های عادل و صادق هستند اینا را آزار میدهند، شکنجه میکنند. حالا آدمربایی چی ربط میگیره به ای که چه یک فرد جامعه به چه قومه یا تبار تعلق داره؟ مشکل اصلی نمینجا است. اصلی نمینجا است که برای همه هویداست که ترکمن های مردم های تجارت پیشه بودن از زمان های تا قبل، یعنی تجارت قالین اینو آن را داشتن. یک دلیل عمده میتونند که اینا به خاطر تاجر بودن و به خاطر کسب کار بودن اینا یک عمده داشته باشند و عمده اصلی از این است که اینها در مزار شریف یا در بلخ قدرت نیستند. یعنی ای که نه در حکومت هستند، نه در قماندانی امنیه هستند، نه در مقام ولایت هستند، نه در حالا چقدر این وضعیت نگران ساخته، تاثیر سو گذاشته بالای خانواده ها، مخصوصا خود خانواده عبدالرؤوف؟ بدون شک این حادثه که عبدالرؤوف جان، شکنجه‌ای که عبدالرؤوف جان می‌بیند نه تنها ترکمن، فامیل ترکمن درد می‌دهد که به گریه می‌اندازد، حتی مردم افغانستان، هر فردی که ویدیوی عبدالرؤوف جان را می‌بیند به جسمش به لرزه می‌آید و گریه می‌کند. گریه هر فرد می‌آورد. لذا این ناعدالتی ها، این ناخلفی ها در قبال ترکمن وجود داشته و این باید بند شوه و امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی و رئیس جمهور و معاون اول جلسه 6 را دایر میکنن در این موضوعات باید بیشتر دقت داشته باشند که باید عبدالرؤوف 9 ساله را از چنگ آدم رو باید نجات بدهند. این بار اول نیست که ما قربانی رویدادها هستیم، بار چندمی است که ما قربانی رویدادها در ولایت بلخ می باشیم. لذا جناب رئیس جمهور، جناب معاون اول، مقامات مرکزی باید در این راستا باید توجه جدی بکنند به خاطر راه عبدالرؤوف جان. اگر اینها توجه جدی نکنند ما گزینه بعدی هم داریم. گزینه بعدی شما چیست؟ قراری که شما شاهد بودین ما در حیرتان راه بندر حیرتان را بستیم برای آبرین و در زمین لحظه آقینه را بستیم، بندر آقینه را بستیم و ترکمن های افغانستان به صدد ازی هستند که اگر قرار باشد که نیروهای امنیتی و حکومت برای گرفتاری عبدالرؤوف جان کدام اقدام جدی نکنند، ما ناگزیر هستیم که بندر حیرتان را ببندیم. اگر اینا بگویند که منافع ملی در خطر است، ما در او زمان منافع ملی را باز در خطر نمی‌بینیم. یعنی شما خواستار عزیزتین هر چی زودتر باید آدمربایان بازداشت شوند و عبدالرؤوف آزاد شود؟ بله، ما خواستار ازی هستیم که عبدالرؤوف جان آزاد شود و ترکمن ها بعد از شکنجه و مظلوم قرار نگیرد در ولایت بلخ. برای ترکمن ها در ولایت بلخ و در کل افغانستان با ترکمن ها به چشم نیک و با عنوان یک برادر دیده شود. مثلا که ترکمن ها تا به حال هم به عنوان یک مردم صادق عادل با در کنار اقوام دیگر به خاطر رفاه افغانستان، به خاطر آرامش و آسودگی افغانستان کنار هم کار کردند و به خاطر آبادی افغانستان کار کردند، اما نه به خاطر از پاسخ این همه عدالت و صداقت ایشان را با این همه شکنجه و ظلم و استبداد باید داد. لذا ما خواهان
از این هستیم که عبدالرؤوف جان در کنار مردم در آغوش مادر خود برگرده و امیدوار هستم که نیروهای امنیتی در پیدا کردن عبدالرؤوف جان باید اقدام جدی بکنه. حکومت مرکزی را ما بیشتر در این مورد مقصر میدانم، چرا که حکومت مرکزی نتوانسته در ولایت بلخ نفوذ زورمندان را بگیره. نفوذ زورمندان بار اول نیست، شبکه به شبکه شدند در قبال ترکمن ها اقدامات داشته، شاید احتمال در اقوام دیگر هم باشد، اما باید حکومت مرکزی، جناب رئیس جمهور، معاون اول، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع و همچنان رئیس امنیت با در راستا به خاطر گم کردن، به خاطر نابود کردن زورمندان، قلدران و یایی که باجگیران باید از ولایت بلخ اقدام بکنند تا این باجگیری در قبال ترکمن، ترور در قبال ترکمن ها و اقوام دیگر و همچنین اختطاف و زورگویی باید خاتمه پیدا. تعداد از زنان هم در این اعتراضات شامل بودند. چقدر این مادران را نگران ساخته که از این کودکانشان ربوده میشه و در چنین شرایط حتی و گفته شما شکنجه هم میشن؟ مادرها و همه ترکمن های ولایت بلخ و در کل ترکمن های افغانستان به این درک رسیدن که اگر قرار باشد این منوال ادامه پیدا بکنند، این فرایند ادامه پیدا بکند، روزی فرزند شیرینش، فرزند بهترین و عزیزترینش روزی اختطاف خواهد کرد این ظالمان. و پدر هم به این درک رسیده، به این عقلانیت رسیده که روزی پسر خود را هم میتونه اینا از دست بدن در ناامنی ها. لذا همه به درک رسیدیم که اگر قرار باشد که این ظلم استبداد ادامه پیدا بکند، ما باز هم قربانی خواهم شد. اگر ما باز هم قربانی از شویم، ما خواستار از نیستیم که به خاطر قربانی زاده شده باشیم. ما به خاطر شکستن پرده استبداد، به خاطر شکستن پرده ظلم و استبداد، تظاهرات ما ادامه دارد، عدالت خواهی ما ادامه دارد و باید عبدالرؤوف جان در کنار فامیل خود برگردد. نهادهای امنیتی تاکنون آیا پاسخ قناعت بخش در قسمت بررسی این قضیه و تلاش ها برای رهایی عبدالرؤوف تانستن که شما قناعت بتن؟ نیروهای امنیتی ولایت بلخ فقط یک روایتی داشتند که اینا میگن که ما یک جوان را دستگیر کردیم که به می ارتباط رابطه مستقیم با آدمربایان داشته، اما از گرفتاری از یک هفته یا بیشتر از یک هفته شد، اما پاسخ موثق، پاسخ مدلل و مستندی به ما وجود نداره که ما ببینیم که آیا کدام سرنخی وجود داشته باشه که ما را نزدیکتر بسازه به عبدالرؤوف جان تا عبدالرؤوف جان ما پیدا بکنیم. لذا خواهان عزیز هستیم که عبدالرؤوف جان به فامیل برگرده. ممنون از حضور شما آقای حاجی زاده. ممنونتون، سلامت باشین. تشکر. میان برنامه هنر و جایگاه آن در افغانستان.